سلام، وقتتون بخیر. ناصر دهقانی هستم. اینجا پینوشت، خانواده بزرگ پینوشت از سری اپیزودهای پیگیر، پادکستایی که مختص به معرفی و بررسی نشریات کشور و توی این اپیزود میخوایم شماره 17 نشریه چشمه ادب رو بررسی کنیم. بفرمایید. سلام، در خدمتم. بریم ببینیم. بریم یا علی. چیکار کردم؟ بله، چشمه ادب از برای دانشگاه قم، فکر کنم چی میشه، چیش میگن واحدی که خاصی ندارم چی ان انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی شد. من دوباره این میگشتم. آره، دانشگاه قم هستند و این که شماره 17 همشون ما داریم بررسی میکنیم، یعنی به خواست خودشون گفتن شماره 17 رو بررسی کنید. ماهنامه هستند و خب هر ماه منتشر میکنن، شماره زیادی دارن، ولی این شماره مرداد 1404 منتشر شده با موضوع معماری و ادبیات. چون خیلی جالبه دیگه، اومدن رابطه ادبیات و معماری رو، حالا چه نمود معماری در ادبیات، چه قاعدتاً تاثیر ادبیات در معماری که قاعدتاً هست، یعنی در شکل مثلا کاشیکاری و اینا ممکنه نمود داشته باشه، اینا قاعدتاً باید بررسی میشده. یعنی این برمیاد از این نشریه که همچین تأثیری بررسی بشه، با توجه به اینکه همچین پتانسیلی در فضای حالا بیشتر دانشگاه‌های علوم وجود داره که مثلا بچه‌های رشته‌های یعنی متنوع‌تری وجود دارن. اگر این کارو کردن میتونن با همین فرمون این شکل کار رو ادامه هم بدن، یعنی بیان با بچه‌های علوم اجتماعی مثلا روانشناسی اینا بیان تاثیر مثلا متقابل اینا رو توی ادبیات بررسی کنن. به نظرم کارهای یونیک و خوبی از توش در میاد. بله، مثل همیشه در ابتدا بریم سراغ طراحی هویت بصری. طراحی به نظرم طراحی خوبی بود، خیلی جذاب بود برام. طرح جلد جالبه، باحال، خوبه و اینکه صفحه فهرست، یعنی طراحی شکیل و خوب و جذابیه. فقط من با بعضی متن‌ها مثلا در سایه ایوان‌ها این که حالا یکم اوپاسیتیش کم شده، زیاد کم شده، یعنی کمتر باید کم بشه. یعنی اون مستطیل سفیده باید اوپاسیتیش کم میشد، یعنی درصدش میرفت بالاتر که متن‌ها راحت‌تر خونده بشه. این مشکلی بود که من دیدم. بعد اینکه مثلا متن بعدی از بتون تا بیت دوباره مثلا یه قهوه‌ای تیره داریم، بعد دوباره روش مشکی خورده. این مثلا اگر همین متن به جای مشکی سفید بود خیلی مثلا تو دیدتر و جذابتر بود. شکل‌ها و المان‌ها و این چیزهایی که استفاده شده واقعا خوب و بجا و درست بود. یه نکته دیگه، بعضی متن‌ها که پتانسیلش رو داشت که 2 ستونه بشه برای راحت‌تر خوندن، این اتفاق نیفتاده توش. متن‌های بلندی هستن که تک خط نوشته شده رفته جلو. و اینکه همین، چیز خاص دیگه ای ندارم. یه اشکال ریزی هم اون وسطا بود، یکی از المان‌های صفحه اومده بود تو متن، صفحه 14 نشریه میشه، نه آره صفحه 19 صفحه 19 پی دی اف و 14 خود صفحه نشریه، شماره نشریه، اون پایینش دقیقا خط آخر المان اینا از کجا کپی شده به کجا رفته خورده وسط متن، برشکاف میان یه چیزی و اندیشه چیره میشود. اینو من دیدم و دیگه همین، چیز دیگه ندارم که بگم. شما یه برای خری؟ نه، حالا بریم من تک به تک. آره، تیترهای هرچی نوشتم درسته. بعد اینو حالا فنیشو بخواید صحبت کنیم، اینو کل مثلا محتوا رو میدن به هوش مصنوعی. یعنی چون میدونم برای اسلاید و اینا هست همچین چیزی، یعنی شما میگی آقا فکر کنم برنامه گاماست، میدی به گاما میگی آقا این متون رو توی مثلا 20 تا اسلاید
برام آماده کن، بعد خودش تصویر میذاره و همه کارو میکنه براش. آره درسته. بعد اینو نمیدونم چون که مثلا خب پیدا کردن این المان اینی که توی فهرست هست، این چی میشه؟ اشکه فهرست، اینا یه نمادی است دیگه. آره نماد معماری بیشتر فکر کنم. آره بعد مثلا توی 2 تا صفحه بعدش این مثلا تصویر هست که آره از همین هست. آره این احتمالاً یه تکسچر یا یک بافتی هست. حالا مثلا اسمش مثلا بهش میگن اسلیمی، یه سری طرح‌های اسلیمی هست، یعنی توی زبان خارجی هم به اسلیمی معروفه. مثلا بزنی اسلیمی براش، از اینجور طرح‌ها یا مثلا مهرا اینجور چیزایی میاره، مثلا کلا المان‌های اسلامی عربی فارسی رو میاره که مثلا بت جقه و این چیزا رو میاره. حالا این شاید مثلا یه اینجور چیزی بوده و تونستن پیدا کنن و ازش استفاده کنن. چون اگر جدا پیدا کردن و گذاشتن دمشون گرم، خیلی کار باحالی بوده. آره. و اگه هم باز با این ایده، یعنی کلشو مثلا هوش مصنوعی اینا رو طراحی کرده، فکر نکنم هوش مصنوعی اینجوری طراحی کنه. مثلا تصویر رو جلد مشخصه، مثلا کار دست شاید هوش مصنوعیه. خب حالا با 100% اطمینان نگم، ولی خب خیلی مشخصه. بعد فکر کنم این بغلیه من چهره‌تن نمیشناسم. منم نمیشناسم. آره. اینو بد نبود که حالا توضیحی میدادن، یا خیلی واضحه و ما خیلی دوریم که نمیشناسیم، یا حالا میشد مثلا توی صفحه یعنی پشت جلدتون که فقط تصویری از آرامگاه سعدی هست یه توضیح کوچولو راجع به اینکه مثلا یادمان همچین نفراتیه و مثلا یه توضیح یه حدی هم در مورد احمد شاملو و دوست دارم طراح حافظیه باشه بغلیه. دوست دارم یعنی با توجه به احتمالش هست. دوست دارم ایشون باشن، ولی احتمال داره یکی از شعرا یا نویسندگان هم باشن. منطقی هم هست. و اینکه همین صفحه رو ورق بزنیم بریم جلو. شناسنامه اثر اوکیه، خوبه. صاحب امتیاز گفتیم انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، واحد برادران. بعد اینکه رتبه اول مهر دانشگاهی 18مین دوره جشنواره بین‌المللی حرکت از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم. خیلی اسم بزرگه ولی حس می‌کنم فضای کوچیکیه. شاید نمیدونم چند تا نشریه بالاخره رتبه برترن. توی سطح 1 نشر دانشجویی دانشگاه قم هم قم چقدر قویه که مثلا سطح 1 مثلا داره، شاید سطح 2 داره، مثلا عجیبه. ما 2-3 تا نشریه بررسی کردیم، خداییش خیلی خوب بودن، نشریات خوبی بودن، ولی اینکه مثلا لیگ دست دوش کیا هستن اینا برامون جالبه. 1-2 تا از اونها بررسی بکنیم. بله. ما تا حالا همه لیگ برتری‌ها رو بررسی کردیم. مدیر مسئول سردبیر جناب اکبر عباسی، ویراستار خانم فاطمه یوسفی که اشکال ویراستاری داشت، زیادم داشت. بازم حس میکنم ویراستاری قبل از طراحی بوده، یعنی رسیده به دست طراح دیگه اون دقت چیزو نکرده که مثلا ایش مثلا نیاد خط بد. اگر مثلا یک کلمه گونه ای توی سخن سردبیر اتفاقا گونه ای گونهش مثلا بالا مونده، ایش مثلا پایینه. در این حال که حواسشون مخصوصا به فاصله نیم فاصله بوده، ولی مثلا به چی نبوده، به همزه یه نبوده. یعنی اکثر متنا یا نداره، یعنی جایی که کلمه باید داشته باشه این یه رو نداره، یا اگه داره همزه بالای ه هست که سالهاست منسوخ شده به عنوان یه. بله. طراح و صفحه‌نگار فاطمه سعادت میرهاشمی و هیئت رئیسه همسر متن‌ها میگیم. فهرست قشنگیه و سخن سردبیر. بفرمایید. آره یکی که همین نکته که الان گفتم به لحاظ ساختاری خیلی خوبه، هم بار ادبی داره، هم به خوبی تصویر ذهنی که سردبیر داشته. یعنی برای همین میگم میتونم با همین فرمون ادامه بدم، چون کاملا دید روشنی داشته که چی کار میخواد بکنه تو این شماره و مثلا چی میخواد نشون بده. به لحاظ اون چیزی که خود سردبیر نوشته من واقعا نمره 20 رو بهش میدم.
ولی اینکه در ادامه تونسته آیا اون ذهنیت خودشو از بچه‌های دانشکده، از نویسنده هاش بگیره و اجرا کنه، اونو در ادامه میبینیم که چجوری. بله، منم دوست داشتم، برای متن جذابی بود، محوریت رو به خوبی توضیح میده و به عنوان یک یعنی به عنوان یک سخن سردبیر کاملا اوکیه. اثر بعدی خاک و خاطره، کاری از سرکار خانم ستایش فرزاد مهر سیتا. نمیدونم چرا اینجاست، یعنی به عنوان اثر اول آنچنان همپوشانی هم با موضوع و محوریت نداره و اینکه حالا یه متن بازم هم کلاسیکه برام، یعنی خیلی گاهی اوقاتش سنگین میشه، از گذشته پیشین تا رو به سوی دل بردن، از سیر در خاطرات این بوم. شعر که نمیتونم حسابش کنم، یه متن ادبی میتونیم حسابش کنیم و رشد و نمو به یک نسل نوید دهنده پی آن همه با عشق برای بودن یک شهر. اصلا عجیبه. بفهم. من دوست داشتم متن خوب و احساس میکنم ورودی خوبی هست، یعنی همه متنای این نشریه رو اگه نگاه کنیم، شاید اگر باز من قرار بود بین این متنایی که دارم انتخاب کنم یه متنی که برای ورودی بذارم که یهو مخاطبم نیفته توی متنای بلند مثلا حالا که هم المان‌های معماری داره هم المان‌های چی داره و یک مجموعه از این متنا رو در اختیار داشتم، حالا نمیدونیم حذفیاتی بوده نبوده، اینا رو نمیدونیم. با توجه به اون چیزایی که الان داریم میبینیم توی این نشریه هست، من به نظرم بهترین جایی که اینو میشد گذاشت یعنی همون ورودی متنه، چون که در عین حال مثلا 3-4 تا خط آخرش یه اشاره‌ای به بحث معماری و اینها داره. متوجه نکته‌ای که تو داری میگی هستم، یعنی میفهمم که از چه جهت میگی. من از دید ورودی بهش نگاه نکردم. یک اثر مستقلی اثر مستقل نگاه کردی. برای همین میگم متوجه منظورت هستم که چرا نپسندیدی، ولی من میخوام از یه سمت دیگه نگاه کنم. اگر از دید سردبیر این بهترین گزینش بوده برای ورودی من، ولی در مورد خود اثر میشده موزون‌تر باشه، یه ذره اصطلاحات جایگزین بشه با اصطلاحاتی که امروزی تره و حس برانگیزتره تا چیزی که ما رو یهو گیر میندازه که ذهنمون قفل میشه روی اون عبارت. درست. بله، بریم اثر بعدی. بله. در سایه ایوان‌ها. من خودم متن رو دوست داشتم، برام خوب بود، زبان نوشته خوب بود. یه نکته خیلی مهمی که برای من متن رو جذاب کرد این بود که اندازه متن، یعنی خلاصه بودن و کوتاهی اندازه متن برام خوب بود و مثال‌ها و اون جاهایی که میومد یه نقطه استراحت بهتون بده وقتی دارید متن رو میخونید، اونو درست و بجا استفاده کرده بود. من دوستش داشتم. توی پاراگراف دوم جایی که میگه بعضی از این ترکیب‌های معماری در ادبیات تمثیل شدن، بهتر بود 1-2 تا مثال میآوردن از این چیز. خیلی خوبه که هر جا یه مثال‌هایی آوردن از چیزایی که تو ذهنشون بوده. چه می‌دونم مثلا مورد دومش شاهنامه رو مثال زدن، کلیات سعدی رو مثال زدن، هر جا مثلا سردر عمارت‌ها، ورودی‌ها، گنبدها، اینا مثال خوب داره متن. ولی اینجا به نظرم چون جاییه که کاملا روشن میکنه ارتباط بین معماری و مثلا که توی چه تمثیلی ما از اصطلاحات معماری و اینا داریم، به نظرم جاش بود که اتفاقا پررنگتر مثال بیارن و بپردازن. برای این مثال نیمه پایانی متن که حالا ذکر مثال‌هایی از ناصر خسرو بود خیلی ملموس و خوب بود. یه جاشو بخونم: بیان موقعیت آب و هوایی محصولات کشاورزی تنها توصیفاتی است که نویسنده آن هم تنها در 2 نمونه ذکر کرده است. چون از آنجا برفتم نشیبی قوی بود.
چون 3 فرسنگ برفتم دیهی از حساب تارم بود. برزالحیر میگفتند. گرمسیر و درختان بسیار از انار و انجیر بود و بیشتر خودروی بود. از ناین 43 فرسنگ برفتیم به دیه کرمه از ناحیه بیابان که این ناحیه 10-12 پاره دیه باشد و آن موضعی گرم است. دیه که همون دهه و حالا یک دوتا برزالحیر رو اینا میتونه اسم مکان باشه. باحال بود. آره. حالا من جدیداً دارم تاریخ بیهقی میخونم، با متنای به اصطلاح قدیمی و کهن دارم بیشتر آشنا میشم. این که برای من اینجوری بود که تا حالا اصلا موقعیتش پیش نیومده بود با یک متن قدیمی روبرو بشم و مثلا درکش کنم، بفهممش. و این فرصتی شد برای اینکه ببینم آقا متنی که توی 1000 سال پیش نوشته شده رو چقدر میشه فهمید. و الان که دارم این متن رو میخونم میبینم چه فرصت خوبی که این تیکه کوچیک تو دل یه متن امروزی، یه جایی که داره ارتباط اصلا بین معماری و ادبیات رو میگه، یه بند کوچیک باشه که انگار که مثلا یه ویو کوچیک داره از اون منظره بهت نشون میده که آقا متنای قدیمی ما هم جذابیت‌های خودشونو دارن و میشه رفت سراغشون. به نظرم فرصت خوبی توی این متن فراهم شده با آوردن این مثال‌های کوچیک. بله. این متن کاری بود از جناب آقای امیر برقی نوشابادی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. اثر بعدی از بتون تا بیت، نویسنده رو بگم زودتر تا یادم نرفته، سرکار خانم زهرا عالمی، کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی. من متن رو به شدت دوست داشتم، یعنی از لحاظ نوشته و از این چیزاش که بگذریم، مثلا اون زیاد چیز من نبود تو این متن. چیزی به من یاد داد و خیلی دوست داشتم، تقابل آرایه‌های مشترک شعر و معماری خیلی جذاب بود. موضوع جذابی بود و خوبم به نظرم در اومده بود. خوب بود، عنوان خیلی خوبه، واژه‌اش خیلی قشنگه. و دقیقاً منم جمله‌ای که نوشتم این که خیلی جالب عناصر متناظر در ادبیات و معماری رو تصویر میکنه. فقط تنها نکته‌ای که هست اینه که صفحه 3 متن به نظر میاد اصلا یه اشتباهی رخ داده، بخشی از متن تکرار شده. بخشی از متن صفحه 2 تکرار شده توش. ولی متن عالی بود. اینا چیزاییه که من با سردبیر صحبت میکردم، آقای عباسی فیدرشتان مدیر مسئول سردبیر، بهشون گفتم کار سنگینی دارید میکنید و اشتباهه که ماهنامه است. شما هر ماه یه کار سنگین تحویل بدید. همین عجله کردن‌ها، تون بودن‌های کار و اینها باعث میشه که این اتفاقات و اینجور چیزها بیفته. و من پیشنهادم بود که همون فصلنامه‌اش کنید، خیلی جذاب‌تر میشه کار. ولی خب همچنان با ماهنامه دارن جلو میرن. اثر بعدی هندسه خیال، رازهای نهفته در ستون کلام، که نوشته از اسمش اونجا نوشته بودن، توضیحات گرانبهای جناب آقای دکتر امین عبد مجیری به عنوان معاون امور دانشجویی عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه قم. نمیدونم، من یه متن تحلیلی توضیحی بود دیگه، اوکی بود، نه برام آنچنان جذابیت خاصی داشت، نه آنچنان چیزی بود که بخوام مثلا ردش کنم. برای یه بار خوندیم و ببین به نظر من انگار فقط مثلا جزوه نویسی شده حرفای استاد. یعنی به سبک جزوه نویسی سر کلاس ها که صدا میذاریم و بعد هر چی که استاد گفته رو پیاده میکنیم، همونا رو پیاده کرده. شکل درست این متن این بود که بیاد به اصطلاح مصاحبه کننده مضمون حرفای استاد رو خلاصه کنه، یادداشت کنه و حالا یه جاهایی جملات رو سر و سامون بده و به عنوان نقلی که استاد مستقیم گفته توی گیومه، تو پرانتز اینا اشاره کنه بهش که این جمله دقیقاً جمله‌ای که مثلا استاد گفته، ولی کلیت حرفای استاد رو بهتر بود به شکل گزارش ارائه بده. مثلا جمله آخر شما نگاه کنید، این جمله چرا باید
دقیقاً همون جوری که یعنی فرد داره حرف میزنه، خب طبیعتا ممکنه در لحظه نتونه جمله هاشو جمع و جور کنه و جای فعل و فاعل و ایناشو درست در بیاره. من یه جمله از مثلا خطای آخر متن میخونم، میگه که باید این را بیشتر روی آن کار کنیم، در تمامیتش هم باید کار بکنیم نه راهبریش. البته راهبری این قصه در راهبری بهتر میتواند در دانشگاه نمود پیدا کند. دانشگاه قم و حتی حوزه علمی قم میتوانند در این زمینه کمک کننده باشند. دیگه حتی توپق ها رو هم آره. بله. بریم اثر بعدی، از قوام تا قیاس. موضوعی که راجبش صحبت کرده بود باحال بود برام. ابتدای متنش برام خیلی جذاب بود و رفته رفته حس کردم دیگه بعضی جاها زیادیه، اضافه است. اواخرش زیاد چنگی به دلم نزد، ولی خب اون ابتدا مقدمه تا صفحه اول اکچولی صفحه دوم برام جذاب بود خیلی. با توجه به منم موافقم که طولانیه متنه، ولی با توجه به بخوام تناسب متن با محوریت و انتخاب نوع قلم و نوع نگارش رو امتیاز بدم، بالاترین امتیازی که متنای این نشریه بهشون تعلق میگیره، اولی که سرمقاله سردبیره و دومی واقعا این متنه. این متن به نظرم خیلی به لحاظ محتوایی نزدیک انگار به چیزی که سردبیر برامون تصویر کرده بود و گفته بود قرار اینو ببینیم. من دقیقا اون چیزی که سردبیر گفته بود قراره ببینیم و توی این متن میبینم. درست. کاری هم هست از سرکار خانم فاطمه هوشنگی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. اثر بعدی، سیاست و سیمای بنا. موضوع خوبیه ها، موضوع درستیه. من وقتی موضوع رو شنیدم البته هرچند یکم تعجب کردم چون از فضای ادبیات و چیز دور میشه، ولی مثلا من انتظار داشتم چه میدونم یه چند تا بنایی که از نظر سیاسی خیلی حائز اهمیت هستن راجبش صحبت بشه و راجب معماریشون صحبت بشه. چه میدونم حالا به طور مثال مثلا آقا اینجا کاخ سفیده، کاخ سفید مثلا این اتاق مثلا رئیس جمهور به خاطر که یه اتفاقا نیفته اینجوری ساخته شده. اینجور چیزی اومد تو ذهنم، ولی خب نداد اونو بهم و چیز دیگه ای داد و اوکی بود. بیشتر در کلام دیگه، یعنی نیومده مصداق براش بگه که عینی تر بشه، یه مفاهیم کلی رو توضیح داده که خب منم حقیقتا خیلی نپسندیدم این متن. آره. نوشته جناب آقای اکبر عباسی بود، کارشناس زبان و ادبیات فارسی. قسمت آخرم که مصاحبه است، یه سری سوالا رو خوندم و دیگه خود مصاحبه رو نخوندم. آقا عنوان چرا یعنی چی واقعا؟ مصاحبه با یاور همیشه در صحنه، نکنین این کار. بده. آره جالب نیست. بعد اینکه صحبتایی که شده واقعا جالب خوندنیه، ولی مصاحبه نقطه شروع و پایان نداره. یعنی ما انگار وسط بحث رسیدیم. سوال آخر که سوال 5 ما رو به جای خاصی نمیرسونه، یهو تموم میشه. یا مثلا اون همون سوال اولم آره. این که فرمودید یعنی آره. ما قبلا صحبت کردیم. آره دقیقاً. آره. صفحه آخرم این باز 2 ستون و 1 ستون دوباره اینجا مطرحه و اینکه صفحه آخر نسبت زیادش سفید افتاده. شما که دست به طراحیتون خوب بوده مثلا میشد آره یه طرحی اونجا باشه که صفحه اینجوری سفید نیفته. کلا طراحیش جدا از ما بقیه آره. نشریه بود. شاید هم دادم بهشون گفتن اینو بذارید. آره باید باشه مثلا. باید باشه. من گفتم حالا که قراره باشه ما میسریم ولی بعد مثلا ایشون استاد تمام گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه زنجانن. یاور همیشه در صحنه بچهای قمن.
ولی رزومه رو که خوندم واقعا برگام خیلی خوب بود. خیلی خوب بود و هم آرزوی موفقیت ما از بچه زنجان باید داشتیم الف تا یا باید راجع به استاد تحقیق کنیم ببینیم که رابطه‌شون با بچهای قم از کجا شکل گرفت. آره بعد آره بچهای زنجان خوب این برون بر میرن. گفتی یزد آره مدن یزد آره دو تا یکی از نشریه‌شون دارم براش کار میکنم. واسه طراحیشون میخوام برای تیتر کار کنم. دیگه آره و به نظرم بین دقیق یادم نیست ولی فکر کنم این بهترین شماره‌ای بود که ازشون خوندیم نسبت به یکی دو تا شماره قبلی که بررسی کردیم. این شماره جمع و جورتر هم از نظر طراحی بهتر، هم ساختار، محوریت بودنش، همه چیش اوکی بود و انشالله در روزهای آتی آخرین شماره‌شون هم مثلا ما میگیم آخرین شماره‌شون میخوام شماره آذر رو بررسی کنیم تا میایم بشینیم و برسیم این دی اومده شماره دی اومده. همین دیگه. صحبتی حرفی موفق باشین. آرزوی موفقیت براتون. دمتون گرم بود و بای. قربون شما.